ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгон оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 24-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 16. تابستان وقتی که حلیم جان با مادرش، خواهرش و دادرش در چارباغ بودند، حادثه عجیبی روی داده بود. آنها اولی روز آمدند در سر حوض چارباغ دم گرفتند. حوض از آب پر، کناری حوض روفته آب پاشیده شدگی، گلیم و قالین و کرپه و کرپچه ها پرتافته شدگی بود. زن و دختران باغبان و خدمتگارهایی از شهر آمدگی در حال دسترخوان پرتافتند، انگور و انجیر و سیب و شفتالو گذاشتند. خربوزه و تربوز بریدند، چاینک‌های چای کبود، نان‌های قفسی با مزه صحرایی، کلچه‌های روغنی را قطار کردند. بعد حلیم جان و علیم جان جامه‌های فحول را کشیده مانده، با کمزلچه‌های سبوک و در پا موزچه‌های خرام به سیر و گشت و بازی برخاستند. حلیم جان در قشلاق یک جوره داشت، نامش صادق بود. هر بار که حلیم جان به سیر چارباغ می آمد، پیش از همه به دیدن صادق می شتابید و با او همراه می گشت. صادق بچه فقیر با عقل و خیلی با سلیقه بود. یک کارتچه داشت که آن را چند سال پیش حلیم هدیه کرده بود. صادق با آن کارتچه از چوب درختی بید، پپانچه های غلطی، آب دزدک، عصاهای صورتناک می ساخت. اگر مانده شود از میان بندش تشنه را می گرفت و چنان زمزمه می کرد که کس حیران می ماند. آن روز حلیم جان به طرف حولی صادقینا روان شد. حلیم جان باشد با پسری باغبان به خرسواری رفتند. حولی صادق از چارباغ دور نبود. در شفت دیواری چارباغ یک حولیچه ویرانه‌ای بود که در آن پدر و مادر صادق زندگی می کردند و آنها بغیر از صادق فرزندی دیگر نداشتند. کمتر زمین یک اندک روی دریچه داشتند که از حاصل آن زندگی به سر می بردند. وقتی که حلیم جان دروازه صادقینا را تق تق زد، از درون مادری وی برآمده با حلیم جان پرس و پاس کرد. معلوم شد که صادق با پدرش به سری بند آب رفته است و امروز نوبت آب از آن آنها بوده است. حلیم جان می‌خواست به سربند رود، لیکن در صحرا از دور صادق را دید که در دست کلند به زمین آب مانده گشته است. جوره ها از دور همدیگر را دیده و پیشواز همدیگر تاختند و مثل کلانسال ها بغل به بغل گرفته واخوردی کردند. خوش آمدید، هر قدم ماندید بالای دیده، گفت صادق. بتون پزمان کردید کو این دفعه؟ ددیم ناتاب بودند، گفت حلیم جان. نباشد ما کیها می آمدیم. احوالی تو چطور؟ ددید صحت می؟ شکر بد نه، گفت صادق. زمین ها از بی آبی خشک شده، حاصل قریب سوخته رفته بود. امروز خیریت به ما نوبت رسید. هرچی تیزتر زمین ها را شاداب کرده، بعد اگر رسد به درخت ها هم کمتر آب داد اندازیم. ددیم در سری آب به من گفتند که از اینجا خبر گیرم. آب هم نوبت کتی بوده است یا؟ پرسید حلیم جان. برای کی نوبت، برای کی بی نوبت، گفت صادق. به ما اگر آبی پرتو شده ماند نوبت می رسد، نباشد نه.
حال دهقانی کمبغل چه می شود؟ چیه که شود؟ این نغز نیکو، امین و آقسقال و میراب ها چه می گویند؟ به پیش میراب و آقسقال دست خالی روید، به گپتان گوش نمی کنند. ما هیچ چیز نداریم که به میراب داده آب گیریم، لیکن خدا پادشاه گاه گاه آب زیادتی کرده می ماند. زمین های ما هم اندک اندک تر شده می ایستند. من به شما یک عصای غلطی ساختم. در خانه اگر به مسکو برده به عروس‌ها نشان دهید حیران می شود. سلامت باش جوره، تو هنرمند هستی. قوشنای چی شد؟ هست می؟ هست؟ کمتر نواخته دهم؟ کاشکی. جوره ها در سایه درختی صدایی که در یک کنار زمین رویده بود به بالای راش نشستند. صادق از میان بندش نی را کشیده گرفته به نواختن سر کرد. قوشنه آوازی فاره می دارد. یک تیش باریک، یک تیش غفص. گویا که دختری جوانی بینوا فریاد کرده می گرید و مادری کلانش به وی ماس کرده ترانه می خواند. تسلی دادنی می شود. این دو نی فریاد کرده می گویند که آب اگر نیست زندگانی نیست. لیکن برای کمبغلان آب نیست، برای کمبغلان آب نیست. هوا گرم، آفتاب زمین را قاق کرده است. آب نیست، آب نیست. ای خدا رحم کن، در جویها آب را فراوان گردان، مردمی لب تشنه را سرشار گردان. ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. این بود ترانه قوشنه که صادق می نواخت و حلیم جان می شنید. چطور؟ گفت صادق. بسیار نغز، گفت حلیم جان. خیلی استا شدی. نواختنت به کس سخت تأثیر می کند. آنیم هم همین خیل می گویند. آوازی نیت به کس سخت تأثیر می کند می گویند. حتی بعضا چشمانشان پرآب می شود. لیکن ددیم آنقدر خوششان نیست. به جای نی نوازی رفته کمتر علف درو یا که هیزم غنداشته بیا می گوید. دل مادر نرم تر است، گفت حلیم جان. بیبی جان من هم آوازی تنبور دوتار و نی را دوست می دارند. بیبی خلیفه ها را جیغ زده می خوانانند و بعضا آبی چشم می کنند. اما ددیم همیشه در فکر و اندیشه کار و سودای و تجارت. آدمی به دولت همین خیل می شود، گفت صادق. غمی آنها از غمی ما هم کلانتر. مال و ملکم چی شد؟ دکانم چی شد؟ سرایم چی شد؟ باغم چی شد؟ غمی بازار، غمی نرخ و نوا، غمی پول، غمی دولت، غمی چیز. اما کمبغل ها فقط یک غم دارند، غمی زندگی. روزمان را چخیل گذرانیم. ما از دزد نمی ترسیم. ما غمی باغ و راغ و زمینی بسیار را نمی خوریم. خدا همین روزمان را رساند، شکر می کنیم. فردا باز خودش پادشاه. تو کلانها بر این گپ می زنی، گفت تبسم کرده حلیم جان. این گپ ها را از کی یاد گرفتی؟ ددیم می گویند، گفت صادق و از جایش خیست. رفتیم. من عصایی به شما ساختگی من نشان دهم. آنها به قشلاق در آمده راست به حوری صادقینا رفتند. در حوری صادق مادرش گریه می کرد. همسایه ها جمع شده بودند. غوغای برپا شده بود. پدری صادق بر روی کتی تختگی روی حوری می نشست. کسی به سری وی نمد سوخته مانده با لطم می بست. با پرسیدنهای صادق مادرش گفت که برای آب شده زده اند. نوبتی آب از آن ما بود کن، گفت صادق. زمانی زوراوران شدگی، گفت پدرش و به حلیم جان چشمش افتیده علاوه نمود. انا آدمی این بای بچه من زده آب را گرفت. آدمی ما؟ حیران شده پرسید حلیم جان. کی بوده است وی؟
نامش را نمیدانم. رفته خودتان فهمید بای بچه. کاش که همسایه ما پیس می شد، مخو می شد، کافر می شد و آبی زوراور نمی شد. حلیم جان گپ نزد و به قفا گشته دوان به سوی چارباغشان رفت. صادق به دستی پدرش از آفتابه آب ریخته ایستاده گفت: جوریم حلیم جان گناه ندارد. هاری صبر کرده ایست جورید کلان شود. گفت پدرش: با همان عصای تو ساختگی زده بدنت را ابگار می کند. بی درک نگفتند که عاقبت گرگ زاده گرگ شود. نه وی گرگ نه گفت باز تاکید کرده صادق. در این بین حلیم جان آتشینانه تاخته به چارباغ رسید. در دم دروازه باغچه دید که فایتون عمکش صمد خواجه ایستاده است و فایتونچی او از جوی پرآب با ستیل آب گرفته فایتون را شسته از چنگ پاک کرده ایستاده است. کی آمد؟ پرسید حلیم جان. عمکم آمدند. ها، عمکتان آمدند. در شپنگ نو راحت دارند. شپنگ نو مثل خانه 4 دره از تخته به بالای همین جوی کلانی که از درون چارباغ گذشته می آمد ساخته شده بود. از بس که این شپنگ از درون باغ و سری حوض با درختان قطار بادام و مرود و گلبته کلانی گلی صدبرگی سرخ پناه بود، این قسمی پیشی دروازه باغ تا 1 درجه مردانه به شمار می رفت و اگر در چارباغ زنها باشند خویش و تباران نزدیک می توانستند در آن شپنگ استراحت کنند. حلیم جان راست به پیش شپنگ رفت و دید که عمکش صمد خواجه با پسری کلانی خود بروی کرپچه های ملایم نیم پهلو زده قرطبازی می کند. حلیم جان سلام داده بروی شپنگ برآمد و گفت: این جوی از آب خالی بود، کی آب سر داد؟ صمد خواجه با تعجب به وی نگاه کرده گفت: کی سر می داد؟ ما فرمودیم آدم ها رفته آب را کشادند و همین هم عقلت نمی رسد. این آب امروز از آن صادقینا نوبتشان. شما فرمودید آدمتان رفته سری پدری صادق را کفانده آب را به این جوی گردانده است. برای ما این خیل آبی خونالود لازمیت ندارد. چه ها می گویی جیانم؟ خندید صمد خواجه. صادقش کی؟ نوبتش چی؟ آبی خدا داد. به هر کجا که کشایی رفتن می گیرد. نه، آب امروز نوبتی ما نه، نوبتی دیگران است. شما فرمودید آدمتان رفته سری همسایه امان را کفانده است. من این گپ را بددیم می گویم. ما زوراور و آدم کوش نام برآوردن نمی خواهیم. صمد خواجه گپ نزد و قرطه را بروی قالین پرتافت و از جا برخاسته نشست. تگمه های کمزولش را گذرانیدن گرفت. پسرش که جوانی نواموخت بود در حال قرطه ها را غون داشته دسته کرده به کیسه اش گذاشت. ما آدم کوش باشیم، شما رفته به ددتان نه به میرشبی کلانی بخارا خبر دهید. خیز پسرم رفتیم، دیگر پای و قدم ما به این جاها نمی رسد. شنید دده؟ گفت پسری صمد خواجه. این بچه‌ای بی عقل نامعقولی بسیار می کند. به همین هم خفه می شوید. خودی شما نامعقولی می کنید و نامعقولی از حد و اندازت زیادش را کرده اید. گفت سخت کرده حلیم جان. کنی زودتر از چارباغ ما قدم نامبارکتان را کنید که گردش نماند. سگ بچه، گفت صمد خواجه به حلیم جان دست برداشته، ولی چشمانی آتشبار و مردانه ایستادن او را دیده خود را نگاه داشت. زنم که گرد شوی. از جانتان امیدتان را کنده باشید این کار را می کنیتان. گفت حلیم جان. همه جبر دیدگان با تبر و کارد و بیل زده نه از شما اثر می مانند و نه از پسرتان و نه از فایتون و آدمهایتان.
آنها به یک آوازی من منتظر. زود دفع شوید از اینجا که خونریزی نشد. این خیل رنگ گرفتنی صحبت را دیده، پسری صمد خواجه از پدرش تیزتر خود را به سوی دروازه کشید. از پسی وی خودی صمد خواجه زیر دماغ غرغر کنان، حقارت کنان از در بیرون رفت و پس از اندکی فایتون براه در آمد و حلیم جان نفسی آسوده‌ای کشید. سرکار حیران شده دویده به پیش شپنگ آمد و پرسید: گردم بای بچه چی واقعه روی داد؟ زودتر رفته این آب را به طرف زمین‌های صادقینا روانه کنید. این فرمان چنان به قطعیت گفته شده بود که سرکار فقط خوب گویان کلند را به دست گرفته از در بیرون رفت. حلیم جان بر روی کرپچه نشست و به آب جو نظر دوخت. آب لایالود بود، لیکن لایالود باشد هم برای دهقان دوای جان بود. به زمین‌های لب تشنه، به زمین‌های دهقانان بینوا، هر قطره این آب مثل در و گوهر است. اما صمد خواجه برای شستن فایتون خود و سلقین شدن شپنگش سری پدری صادق را زده می کفاند و آب را از زمین‌های او به این طرف می گرداند. دهقان می مرد، دهقان جان می کند، دهقان سری خود را برای این آب به زیر تبر می گذارد، خون می خورد. این به صمد خواجه دخل ندارد. یک ساعت راحتی وی از حیات هزارها مردمی مهنتکش بینوا افضل تر است. عجایب مردمانی بیرحم هستند در این دنیا. حلیم جان نفهمیده ماند که آبی جوی آهسته آهسته کم شده و نهایت تماما از جریان ماند. بله، سرکار آب را به طرف زمین‌های صادقینا کشاد. این را از خیال گذرانید و از جا برخاست. وقتی که به سری حوض به سری مادر و خواهرانش رفت، آنها از همه ماجرا الکی آگاه بودند. تو رحم دل هستی پسرکم، تو انسان، گفت مادر. سری او را سیله کرد. نقص کردی، آفرین. رابعه این را می دانست که حلیم جان رحم دل است و خواهرش را گریان و بریان نمی ماند و البته به طرف او گذشته با پدرش گپ می زند. بنابران به او زاری و تولا کرد. حلیم جان هم به وی وعده داد که با پدرش در این باره صحبت می کند. باری پدر و پسر در مهمانخانه تنها ماندند. احمد خواجه از مسکو کسل شده آمدنش این جانب به سرای پوست هم نمی رفت. بیشتر در مهمانخانه می نشست و البته کسی را جیغ زده با او چقچق می کرد. امروز کسی نبود که با او صحبت کند. اینچنین از مسکو از دکتری مخصوصی و یک مکتوب رسیده بود که برای خواندن آن چشمش کم قوتی می کرد. بنابراین حلیم جان را جیغ زده اولی کار به وی مکتوب را داد که بلند خواند. دکتر نوشته بود که احمد خواجه احتیاط کند، با کاری سودای و تجارت مشغول شده، خودش را کاهاندنش خوب نی. وی باید عصبش را تبابت کند، از همه جا خاطرش را آسوده دارد و خوب استراحت کند. احوالم خوب نی پسرم، گفت احمد خواجه. طبیبها یک درجه مرا به پا خیزانده باشند هم درد از بدنم دور نرفته است. می ترسم که شما را یتیم مانده مرم. خدا نگه دارد، گفت حلیم جان.
حالا شما با قوت و تندرست هستید. دکترها برای کارنامه نشان دادن همینطور مبالغه می کنند. الهی همینطور باشد، گفتمان پدر و پس از کمی علاوه نمود. اما به هر حال من پیش از مردنم باید 2 کاری مهم را به اجرا رسانم. اولش خواهرت رابیه را به شوهر داده خاطر جمع شدن. دویومش من فهمیدم، گفت ناخواست سخنی پدرش را بریده حلیم جان و پیشخیزی خود را در حال حس نموده خاموش ماند. ها، گپ زن، چی گفتنی بودی؟ گفت پدر. من فهمیدم که، گفت حلیم جان، شما آیبی رابیه خان را به اکه حامد خان فاتحه کردی؟ ها، از حمید خان بهترش نیست، اما رابیه نمی خواهد. دخترها هیچ وقت روی راست نمی گویند که آنها به شوهر کردن راضی هستند. این نازی دختری است که حالا تو نمی فهمی. نه داده جان، گفت با قطعیت حلیم جان، آیبی رابیه جانم به من اسرار دلش را گفت. حمید خان به وی معقول نی، با وی زندگی کردن نمی خواهد. خیر، من چی کار کنم؟ گفت پدر مضطربانه و کمی خاموش ایستاده به اندیشه فرو رفت. و غیر از حمید خان که جان و جگری خودش است، به دیگری دختری خودش را پیشکش کردن نتواند. رابیه پیر دختر گفته از جای دیگر خواستگار نآید. دیگر در حقیقت وی چیکار کند؟ من به وی از کجا شوهری موافق طبعش را یابم؟ حمید خان جان و جگری خودمان، آدمی بیچاره فقیر و دست ما به گریبانش میرسد. از بای بچه های بیباک، از بیگی جانهای نادان که به مال و ملک پدر غرق شده از دنیا چیزی نفهمیدند، حمید خان 100 بار اولا. رابیه عقل ندارد، این جهتهای زندگی را نمی فهمد. پسرم، من نقص می دانم که عقل تو به این می رسد و چطوری که گفتم در زنده بودنم سری خواهرت را دوتا کردن و او را به خانه شوهرش فرستادن من شرط است. اگر حمید خان را نی گفتم منتظری شوهری دلخواهی رابیه شده شینم، وقت می گذرد و یک دستی من از گور بیرون می ماند. گپتان درست داده جان، گفت حلیم جان، لیکن رابیه بدبخت شده ماند، باز به شما مشکل می شود. نخواد که یگان علاج یافت نشود. علاج یافتگی من همین پسرم، گفت احمد خواجه با آواز خسته. حمید خان به خودش نگاه و بین کند، دل رابیه را می کشد. تو پروا نکن، نصیب باشد کارها نقص شده می رود. خیریت که خدا تو را به من داده است. همه امیدم به تو پسرم. در آینده صاحب مال و ملک من خودت می شوی. دادرت، خواهرت را خودت وصی می شوی. بنابراین تو به گپ من گوش انداز. رابیه نادان را فهمان که به وی از حمید خان بهتر شوهر نمی شود. حمید خان به وی مطیع و مرع می شود. درستش ملع. حمید خان او را به سرش برداشته می گردد. مادری حمید خان در خدمتش می شود. بعد از اینجا دور نمی رود. امارت حولی نو سر شد. همین که امارت به آخر رسید توی می کنیم. رابیه مثل ملیکه ها در قصر نو زندگی می کند. حلیم جان فکر کرده ایستاده، دانست که پدرش راست می گوید. بنابراین گفت میلش، من با وی گپ می زنم. ها، گپ زن پسرم، گپ زن. بعد از آنی که توی را گذرانیده خاطر جمع شدیم، تو مرا گرفته به حج می بری. به خانه خدا رفته زیارت می کنیم. خواندن من چی می شود؟ بعد گشته آمده می خوانی. خودی سفری مکة الله، یک مکتبی کلام، جهان می بینی، با عالم و آدم شناس می شوی. میلش کو، لیکن شما آنقدر صحت نی، راه دور. نصیب باشد به حج که برآمدیم، درد و رنج ها دور می شود. کاش که، گفت حلیم جان. اینک همه کار موافقی گفته پدر شد. در حولی کلان
توی برپا گشته بود. حافظها می سرودند، نوازندگان می نواختند، خدمتگاران می دویدند، مردمی گرد و اطراف گذر آمده آش می خوردند، زله می گرفتند و دعا کرده می رفتند. در حولی درون هم آدم بسیار بود. خانه کلان، خانه بالا، خانه های پایان صوفه همه از مهمان پر بود. سازنده ها دایره زده خوانش کرده می رقصیدند، کیوانی ها دسترخوان می پرتافتند، لعلی های شیره‌بار و طبق های کباب و آش را به خانه ها می کشاندند. در حولی نوساخت که برای کلین و داماد معین شده بود، 1 هفته این طرف حمید خان و مادرش کوچیده آمده بودند. حالا در این حولی بعضی 1 خیش و تبارها جمع آمده بودند و خانه کلین و داماد را آرام می دادند. این خانه کلانی 11 بالار بود. نقش و نگاری آنکه نم از زیر مقلم صنعتکاران برآمده بود چشم کس را خیره می کرد. و فرش خانه قالینی خوش آب و رنگی قزیل عیاق پرتافته شده بود. در یک کنجی پیشگاه خانه چمیلیق زده شده بود. گرداگیرد به دیواری خانه تار کشیده کرته ها، کلتچه ها، کمزول ها، رومال ها و غیره لباس های کلین که همه از شاهی و بخمل و زردوزی و کندل بود آویخته شده بودند. در میخ ها جامه و کمزول های داماد، کله پوش های زردوزی و کندل آویخته و گذاشته شده بودند. 2-3 نفر زنهای نزدیکی داماد هنوز هم به زیب و آرایش خانه مشغول بودند. در خانه میده‌تری دیگر که برای مادری حمید خان معین شده بود، حالا صمد خواجه، خود حمید خان و مادری وی در سری دسترخوان گرد آمده صحبت کرده می نشستند. من جیانم، می گفت صمد خواجه به حمید خان، از تحت دل خرسند و شادم که تو داماد احمد خواجه شدی. برای تو از این بلندتر بخت و تاره نمی شود. کی می داند تقایی؟ می گفت حمید خان. الهی با عروس ستاره امان راست آید، نباشد بخت و تاره نمی شود. ای عروس چی؟ گپ در سری پول، گپ در سری دولت بچیم. ستاره عروس راست می آید یا نه این به تو دخل ندارد. تو کاری می دانستگی خودت را می کنی، به پول و دولتی زنت صاحبی می کنی. زنم چی پول و دولت دارد؟ پدری زنت دولت دارد، چنان باییگری در پیشت استاده است که تک به تک نمی خونجد. نصیب باشد بای و به دولت می شوی، از دنیا بی نیاز می شوی. حمید خان خندید و دیگر گپی نزد. به گپهای تقایت نخند پسرم، گفت مادر که تا به آن دم خاموش می ایستاد. هر کی دولت داشته باشد هم در این دنیا راحت می بیند، هم برای آخرت ترددش را می کند. انا دادرم احمد خواجه می خواهد که حج رفته به درگاه خدا از گناهانش آمرزیش طلبد. از بخارا به مکه رفتن کاری هر کس نی. اگر دولت داشته باشی به مکه می روی، فرض خود را به جا می آوری و خدا در آخرت جای تو را در جنت می کند. به حج رفتنی شدنی برادرمان راست باشد؟ پرسید صمد خواجه. راست، گفت خواهرش. گفته است که توی را گذرانیده براه می براید. خودش به زور راست گشته است و باز به سفر می براید. نمی دانم. خیر اگر در راه حج کس مرد شهید می شده است، گفت صمد خواجه و خاموش ماند. شنوندگان عزیز، شما گفتاری 24 رو از روی романи تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجامقول شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدابردار کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.